با درود. بعد من همچنان که میدونید از هوشنگ خاطرات زیاد دارم. زندان باش بودم، به بعد بیرون از زندانم که اومدم همدیگه رو میدیدیم. دوست مشترکی داشتیم، حسین اقدامی، شاعر که اونم در سال 67 تیربارون شد و سال 58 تیر ماه هم وقتی که دستگیر کرد من جمهوری اسلامی، از طریق قانون وکلا هوشنگ عیسابیلو وکالت من و خانواده‌ام رو به عهده گرفت که خاطراتمو درباره این ماجرا در کتاب زندان نوشتم تحت عنوان بازداشت کمپلو و همینجور در یادداشتی که در گرامی داشت یاد هوشنگ بعد از شنیدن درگذشتش نوشته بودم تو سایت ها چاپ شد. به همین خاطر ترجیح دادم که برای امشب یک چند سطری کوتاه بنویسم همراه با شعری که 15 ژانویه، یعنی درست 15 روز بعد از درگذشت او نوشته بودم، اینجا براتون بخونم. نویسنده‌ای گفته است پر اهمیت ترین چیز در وجود یک انسان تصویری است از خود که در ذهن‌های دیگران ایجاد می‌کند. هوشنگ عیسابیلو آنچه از وجود خود در ذهن بسیاری از ما به جا گذاشته و ایجاد کرده تصویر یک جان زنده است. همین جان زنده است که ما را اینجا فراهم آورده. این جان زنده اکنون کنار ما نشسته و در جمع ما حضور دارد. هوشنگ تنها عدالتخواه و آزادیخواه نبود. عدالتخواهی و آزادیخواهی یک رویکرد سیاسی است، اما او با دل نیز کار داشت. به دوستی و حس انسانی توجه می‌کرد. از این رو عدالتخواهی و آزادیخواهی عنصر وجودی او بود. وقتی امری وجودی انسان باشد در یک دایره محدود و بسته معنایی نمی‌گنجد. دامنه بیشتری می‌گیرد و باز می‌گذارد معنا را برای آن با آغوشی گشوده دارد به جهان و ارزش‌های تازه. او با آدم‌ها به دوستانش به شیوهی که معمول است دیدار نمی‌کرد یا رفت و آمد و دید و بازدید نداشت. با آنها می‌چرخید. فعل چرخیدن همخوانی و مناسبت بیشتری دارد در توضیح این دیدارها. چرخیدن رقصیدن و نشاط را در ذهن ما تداعی می‌کند، به پیش چشم می‌آورد. او در این چرخیدن‌ها دعوت کننده آدم‌ها و دوستانش به نشاط بود و به شادی. می‌چرخید با ما و ما را هم می‌چرخاند. خاطرات بسیاری از ما سرشار است از گوناگون چرخیدن‌های او و ما با او. هر خاطره‌ای از او با شادی همراه است. به این حسی است که من از او دارم، به این تصویری است که هوشنگ در ذهن من ایجاد کرده است. به نقل از اسپینوزا جایی خوندم هر چیزی در بهترین حالت و یا شاید طبیعی ترین وضعیت سعی می‌کند خودش باشد. سنگ باشد و ببر. هوشنگ عیسابیلو در همه وضعیت‌ها و موقعیت‌هایی که برایش پیش می‌آمد، در زندان، تبعید، در جمع‌های بزرگ و در جمع‌های کوچک، در روزهای پرهیاهو و در روزهای آرام سعی می‌کرد خودش باشد. اصالتی در وجود او بود که به او شخصیت هوشنگ عیسابیلو بودن می‌داد. انسانی آزاده که آزادگی را در وجودش داشت. 10-15 روزی پس از درگذشت او شعری نوشتم. در گرامی داشت یاد او برایتون می‌خوانم و تقدیم می‌کنم اون را به همسر و فرزندانش. این را نیز بگویم قوی سفید در آغاز این شعر تمثیلی از وجود اوست در آخرین ساعات زندگیش میان برفها. زیرا شنیده بودم ساعاتی پیشتون که قلبش از تپش باز ایستد برای پارو کردن برفها بر پشت بام رفته بود.
در آبهای پشت پنجرم قوی سفید واپسین نفسهایش را کشید. به فاخته‌ای روی نرده مهتابیم لحظه‌ای کوتاه نشست و پرید. واقعیت‌ها چنان در هم پیچیدند که آب و درخت و پرنده و هوای روشن بامدادی شکل یگانه‌ای می‌یابند. مرگ‌ها و زندگی‌ها تنها آثارشان می‌ماند. در آن لحظه‌ای که نمی‌توانم برایش معنایی پیدا کنم، چشم‌های ناظری اگر نمی‌دید اینها را، کو فاخته در شماره بی حدی از ذرات محو و پراکنده گم می‌شدند. چشم‌های ناظری اگر نمی‌دید اینها را، کو و فاخته در شماره بی حدی از ذرات محو و پراکنده گم می‌شدند که شبان روزان در محاصره دارند ما را و احاطه‌مان کردند. درهای خانه‌ام را باز می‌گذارم تا آمیخته با پرتوهای نور سفید دم به درون خانه‌ام راه یابند. بر فرش‌ها و صندلی‌ها بنشینند و قفسه‌های کتاب، ظرف‌ها، جام‌ها و لیوان‌ها را از وجودشان پر کنند. آنان تکه‌هایی هستند از وجود یاران شناخته و ناشناختم که در سپیده‌دمی غمگین تیرباران شدند.